نهای شب بیدار شدم. متوجه شدم هرچه سریعتر باید به دستشویی برم. قبل از خواب برای مسواک زدن به اونجا رفته بودم و میدونستم طبقه پایین. سکوت و تاریکی مطلق خونه رو فرا گرفته بود. پاورچین پایین رفتم. پایین پله ها به محض اینکه خواستم به سمت دستشویی بچرخم با یه حجم بزرگ و سیاه برخورد کردم. عطر تلخی مشامم و هوشیار کرد. یه جفت چشم میون اون همه سیاهی و تاریکی درخشید. زبونم بند اومده بود. حق با نرگس بود. حتما جن بود. احساس میکردم در حال خفه شدنم. حتی توان جیغ زدن نداشتم. خواستم فرار کنم که پام به پله اول گرفت و افتادم. دستی بازومو گرفت و از شدت ترس تا مرگ فاصله‌ای نداشتم، اما صداش مرهمی شد. برای ترسام چیه خانم؟ مگه جن دیدی؟ و چراغ کمسویی کنار دستش رو روشن کرد. حالا نه کاملا واضح، اما متوجه شدم جن مذکور مرد خوش قد و بالای جوونیه که سعی داره منو آروم کنه. با مردای اهل خونه فرق داشت. نه لهجه داشت نه لباس محلی. با کمکش بلند شدم و خودمو تکوندم و گفتم ببخشید، معذرت میخوام، تاریک بود، ترسیدم. جوابی نداد و راهشو گرفت و به انتهای راهرو رفت. تا صبح خوابم نبرد. هنوز توی فکر جن بودم. واقعی بود، توهم بود، آدم بود، چی بود؟ صبح برای مراسم آماده شدیم. متوجه شدم تشییع پیکر تا قبرستون یکی از رسوم مهم این خاندانه. آقا خان به رادمین اشاره کرد که سمت راست جلوی تابوت رو بگیره. رادمین به پدر بزرگش گفت که نمیتونم. پدر بزرگ حالم خوب نیست. حس کردم به حمایتم احتیاج داره. چندین بار توی مراسم تدفین آشناها با پدر و مادرم رفته بودم و میدونستم این یه رسمه که پسر متوفا سر تابوت رو بگیره. از میونه اون جمعیت بیش از حدی که اومده بودن خودم رو بهش نزدیک تر کردم و گفتم رادمین، این یه رسمه. تو تنها پسرشی که همون لحظه بازم همون عطر تلخ به مشامم خورد و توی چشم هم زدن در مقابلم ظاهر شد. اما این بار توی روشنایی روز پوست گندمیش با موها و تهریش مشکیش هارمونی خاصی داشت. چشمای مشکی که در عین سادگی و بیحالتی دنیا حرف داشت و نگاهش نافذ بود. سیبیلش کمی از تهریشش پررنگتر بود. با اینکه لباس مشکی عزاتن داشت، اما فوق‌العاده شیک پوش بود. بی تفاوت از مقابل ما رد شد و جلوی تابوت رو گرفت. نگاه رادمین سرشار از نفرت شد و زیر لب غرید بساط کیفایشش توی اروپا تموم شد. با دیدنش تمام وجودش رو لجاجت در بر گرفته بود. جلوی تابوت رفت و طرف دیگرش رو گرفت و با نفرت به اونی که نمیشناختمش چشم دوخته بود. ولی جالب بود که مرد اصلا نگاهش نمی کرد. اون وسط بالاخره شاهد اشک راشین برای پدرش شدیم. کنارش رفتم و شونه‌هاش رو ماساژ دادم و گفتم عزیزم، خدا صبرت بده. به گفتن یک ممنونم اکتفا کرد. جالب اینجا بود که تمام جمعیت احترام خاص و ویژه‌ای برای اون مرد قائل بودن. حتی آقا خان متوجه عشق بی نهایت آقا خان به اون مرد شده بودن که شنیدم میگه زانیار تو دیگه همه که سمایی، دلاور امیدش به تو بود. دوستای مهربونم، به کانال عاشقانه های نجمه خوش اومدین. از اینکه کانال خودتون رو تماشا میکنین از شما ممنونم. زانیار خودشم مثل اسمش عجیب بود. دیگه تا پایان مراسم رادمین و مردای دیگر رو ندیدم، چون طبق رسومشون زن و مرد باید از هم جدا می بودن. از که مهمونا کم کم رفتن و خونه خلوت‌تر شد، رادمین توسط یکی از بچه‌ها برام پیغام فرستاد که برم به حیاط. واقعا غمگین بود و این خونه و این روستا از اون آدم دیگه ای ساخته بود. دستمو گرفت و سرمو بوسید و گفت مرسی کنارم بودی. شب بلیط گرفتم برگردی. گفتم رادمین چرا عجله میکنی؟ باید به مراسم نامزدیمون برسیم. سرمو پایین انداختم و گفتم اما رادمین، وقتی داشتیم میومدیم بابام گفت که تاریخ مراسمو عوض کرده و گذاشته واسه یه ماه دیگه. میگفت خوب نیست پدر داماد فوت شده مراسم بگیریم. عصبانی شده بود. اینو از تون صداش که از قبل بلندتر شده بود فهمیدم. چرا بدون اطلاع من؟ دستشو گرفتم و خاک کتش رو تکوندم و گفتم آروم باش، دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره.
نفس عمیق توأم با حرص کشید و باید هر جوری بود آرومش میکردم. لحنمو کمی لوس کردم و گفتم نمیخوای منو ببری بگردونی؟ دلم گرفت تو این خونه. فردا برمیگردیم، فقط تا فردا. شونش رو بوسیدم و آروم گفتم شب جمعه باشه. قبول رادمین. رادمین بیچاره توان مخالفت با منو نداشت، دلشو نداشت و من اصلا دلیل این اصرارم به موندن رو نمیدونستم. فقط حس میکردم رادمین به عنوان تنها پسر مرحوم باید تو تمام مراسمات شرکت داشته باشه. راشین هم با شنیدن خبر موندن ما تصمیم به موندن گرفت، اما نرگس و نریمان همون شب برگشتن. موقع خداحافظی نرگس در گوشم زمزمه کرد این خونه جن داره، مواظب باش. خندم گرفت و محکم بغلش کردم و گفتم میدونی که عاشق هیجانم، حتی از نوع جنش. با رفتن نرگس خودم رو توی اون خونه واقعا غریب و تنها حس کردم. همسر پدر رادمین مدام با طعنه‌هاش آزارم میداد، اما سعی میکردم بی تفاوت باشم. همه حرفش تعریف از زانیار و تحقیر رادمین بود. متوجه شده بودم زانیار دایی کوچیک رادمین که دلاور اونو به عنوان پسرش میدونسته تمام اموال و اختیاراتش رو به اون واگذار کرده بود و حالا دیگه خوب میدونستم دلیل نفرت رادمین از زانیار چیه. چیزی که این وسط برام جالب و عجیب بود این بود که دلاور بعد از طلاق همسرش برادر همسرش رو به پسر واقعیش ترجیح داد. همیشه با خودم فکر میکردم دردناکترین قسمت یه عزاداری خوندن وصیت‌نامه عزیز از دست رفته است. انگار دوباره زنده میشه و یه بار دیگه باید برای مرگش به سوگ بشینی. رادمین خبر داد که پدر بزرگش برای خوندن وصیت‌نامه همه از جمله اونو احضار کرده. توی اون روزها و اون شرایط سخت رادمین شبیه کودک بیمادری شده بود که حتی از سایه خودشم هراس داشت. توی راه رو جلوی اتاق بغلم کرد. میدونستم حرفی داره. آروم گفتم چته؟ چرا یه بار از ته دل گریه نمی کنی خالیشی؟ زیر گوشم گفت الان اون پایین منتظرن تا یه بار دیگه به همه یادآوری بشه من پسرش نبودم. مطمئنم همه چی رو به زانیار واگذار کرده، نشسته این پیروزیشو مثل همیشه جشن بگیره. گفتم تو نگران اموال پدرتی؟ نه، من عادت دارم که از بچگی همه چی مال زانیار باشه و به خاطر اینکه فقط چند سال ازم بزرگتره زوری بهش احترام بذارم. عادت دارم همیشه اونو به رخم بکشن و منو ترسو خطاب کنن. سعی کردم آتیش خشم درونشو خاموش کنم. نفسش تند شد و گفت تو نبودی من آدم بدی می شدم. گفتم حالا که هستم جون دلم. آغوشمو میخواست. اینو از حرکاتش خوب متوجه می شدم. دستاشو دورم حلقه کرد و سرشو فرو برد توی گردنم. نمیدونم چقدر طول کشید. حس خاصی داشتم ولی مطمئن بودم این حس نه طعم عشق داره نه ارمغان آرامش. صدای چند سرفه مردونه خط بطلانی بود بر عاشقانه ساختن رادمین. دستشو به حالت جذابی جلوی دهنش گرفته بود و سرفه میکرد. این بار سرش پایین بود، مشکی به تن داشت ولی با استایل خاص و جدید. واقعا خوشبوش بود. با سر پایین از کنار ما بی تفاوت رد شد ولی عطر تلخش توی راه رو جا موند. هر دو فهمیدیم سرفه هاش سوری بود برای اینکه ما رو متوجه حضورش و ترددش کنه. شایدم شرم داشت از دیدن اون صحنه، نمیدونم. رادمین عصبی مشت به دیوار کوبید و گفت این مزاحمو یه روز میکشم، قسم میخورم. سرخ شده بود. تازه به خودم اومدم. چقدر دیدن من توی این وضعیت توسط یه مرد غریبه شرم‌آور بود. چند دقیقه بعد من و رادمین به سالن بزرگ خونه رفتیم. همه خانواده زودتر از ما حاضر شده بودن. زانیار کنار آقاخان بالای سالن نشسته بود و کیارش و همسرش و عفیفه همسر پدر مرحوم رادمین همه حضور داشتن. مادر بزرگ و عمه رادمینم بودن و آروم آروم اشک میریختن. با ورود ما کیارش از جاش بلند شد و گفت سالار بیا بشین کنارم. صدا و لهجه خشنش رو اصلا دوست نداشتم. هر دو دایی رادمین عجیب بودن و جز سیبیل با هم هیچ وجه مشترکی نداشتن. هرچند که سیبیل اون روزها توی مد فشن اروپا متداول شده بود ولی کلاً به نظر من به صورت فرم نامهربون و خشنی میداد که من اصلا دوستش نداشتم. بعد از نشستن ما آقاخان به مردی که بعداً فهمیدم وکیل خانواده است اجازه شروع داد.
وکیل شروع به صحبت کرد و بعد از عرض تسلیت و سخنرانی شروع به قرائت وصیت‌نامه کرد. همه، حتی من، استرس داشتیم و این توی چهره همه مشخص بود، اما تنها کسی که توی اون جمع خیلی بی‌تفاوت تکیه داده بود و پاشو روی پاش انداخته بود زانیار بود. حرکاتش متفاوت بود، نه به اون سر به زیر انداختنش توی راهرو چند دقیقه پیش، نه به این باد غرور حالاش. اصلا رادمین حق داشت از اون خوشش نیاد. متن وصیت‌نامه همه رو به جز زانیار شوکه کرده بود. همه اموال به رادمین واگذار شده بود. البته ارث عفیف خانم و راشین مبلغ قابل توجهی بود که رضایتشون رو جلب کرده بود. زانیار به اندازه ذره از این وصیت‌نامه ناراحت نبود و علتش رو زمانی فهمیدم که بند آخر وصیت‌نامه خونده شد. تمام اموال مذکور با مدیریت و نظارت دائم زانیار به رادمین تعلق می گرفت و این برای رادمین مملو از نفرت ضربه بدی بود. از جاش بلند شد و رگای گردنش از فرط خشم متورم شده بود. به سمت زانیار حمله کرد و فریاد می کشید: مالی که زیر سایه تو مال من باشه آتیشش میزنم. کیارش و وکیل مانع شدن و گرفتنش. زانیار همچنان ساکت و آروم بود. با متانت از جاش بلند شد. چند لحظه‌ای خیره نگاش کرد. صداش در عین زمختی آرامش و جذابیت ویژه‌ای داشت. چرا گرفتینش؟ ولش کنید. کیارش امتناع کرد. این بار زانیار با لحن محکم و جدی دستور داد: گفتم ولش کنید. ترسیده بودم اما جرأت دخالت نداشتم. سری رادمین رو رها کردن و به محض رهایی با سر به صورت زانیار کوبید. از فرط وحشت جیغ کشیدم و اسمش رو صدا زدم. برگشت و با صدای من عقب نشینی کرد. خون از بینی زانیار جاری شد. جالب بود هنوز هم همونقدر خونسرد و بی تفاوت بود. خون بینیشو با پشت دستش پاک کرد و حالا دست خونیشو جلوی چشماش گرفت و لبخندی زد. درکش نمی کردم. حرکاتش غیر قابل پیش بینی بود. سمت رادمین رفتم و بازوشو گرفتم و گفتم: این چه کاریه؟ حالت خوبه؟ زانیار چند قدمی به ما نزدیک شده بود. دستشو روی پیشونی رادمین گذاشت و گفت: سر درد گرفت. واقعا در عجب مونده بودم. حتی خود رادمین هم متحیر بود. دست زانیار رو پس زد و با خشم گفت: حالم از این جست مهربونی که میگیری از بچگی به هم میخورد. من مثل بابام و آقا خان نیستم که خام این حرکاتت بشم. زانیار بازم لبخند زد و این بار مسیر نگاهش منو مخاطب قرار داد و گفت: یخ بذار روی پیشونیشو، مواظبش باش خانم دکتر. بعد هم راهشو گرفت و از اتاق خارج شد. خانم دکتر چرا منو اینطور خطاب کرد؟ با رادمین به اتاقش رفتیم. اونقدر عصبانی بود که از من خواست تنهاش بذارم تا بتونه سیگار بکشه. آخه میدونست من توی محیط بسته تحمل دود سیگار برام محاله. قبول کردم. به باغ خونه رفتم. صدای زوزه باد میومد. از بچگی از این صدا میترسیدم، اما دلم یکم هوایی آزاد میخواست. همون جوری که قدم میزدم قطره‌های خونه روی سنگفرش توجهمو جلب کرد. مسیر خونه تعقیب کردم و طولی نکشید که منبعش رو پیدا کردم. دستاشو روی نرده‌های حیاط تکیه داده بود و سرش پایین بود. انگار با صدای پا متوجه حضورم شده بود، اما بدون اینکه برگرده و نگام کنه با همون صدای خشدارش گفت: چیزی میخوای؟ حس کردم وارد قلمرو شخصی شدم و واقعا جوابی برای سوالش نداشتم. آروم گفتم: بینیتون هنوز خونریزی داره؟ میتونم کمکتون کنم؟ گفت: نه. قاطعانه و کمی گستاخانه جواب منفی داد. نگران بودم. نگران از این که از رادمین کینه به دل بگیره و قصد تلافی داشته باشه. میترسیدم. کمی نزدیکتر شدم. باز همون عطر تلخ بشاممو پر کرد. آروم گفتم: ببخشید، رادمین خیلی زود جوشه، ولی باور کنید دست خودش نیست. نگاهم نکرد و همونطوری که پشتش به من بود گفت: احتیاجی نیست خواهرزادمو به معرفی کنی. تازه اونجا بود که فهمیدم راشین که هیچ علاقه‌ای به هم صحبتی نداره به کی رفته. به داییش رفته بود. حرصم گرفته بود. باید جوابشو میدادم، اما تلفن اتاقش زنگ خورد و وجود منم هیچ اهمیتی براش نداشت. تلفنش رو جواب داد و گفت: بله، دیر کردی. وقتی دیدم داره با تلفن حرف میزنه آروم و بی صدا از اتاق بیرون رفتم، اما مدام حرص میخوردم که چرا نتونستم جوابش رو بدم. رادمین 2 روز تموم از اتاق بیرون نیومد.
میدونستم خودش رو با آرام بخش و سیگار ساکت نگه داشته. کم کم خونه با همه بزرگیش برام کسل کننده شده بود. اینجا کسی اهل صمیمیت و هم صحبتی نبود. زنای خونه که به من و اون لباسام شبیه متهم نگاه میکردن، اما من اصلاً به دل نمیگرفتم، چرا که میدونستم همه عمرشون رو توی فرهنگ این روستا بزرگ شدن و اونقدر غرق فرهنگشونن که هر کسی برخلاف رسم و رسومشون عمل کنه رو نمیتونن بپذیرن. تصمیممو گرفته بودم. باید بیرون میرفتم و یک گشتی توی روستا میزدم. سعی کردم لباس پوشیده و سنگین‌تری بپوشم، اما نگاه مردم روستا دست کمی از نگاه اهل خونه نداشت. یکم خرید کردم و با دیدن مغازه لباس محلی تحریک شدم. ترکیب رنگ فوق‌العاده‌ای داشتن و منو وادار به خرید میکردن. به خونه برگشتم. رادمین هنوز از اتاقش بیرون نیامده بود. رفتم لباسای محلی رو پوشیدم و آروم به سمت اتاقش حرکت کردم. وقتش رسیده بود که اونو از این وضعیت بیرون بکشم. چند ضربه‌ای به در زدم و صداش کردم. درو که باز کرد چند لحظه خیره نگام کرد و با عشق نگاش میکردم. اما عجیب بود، صورتش سرخ شد، انگار دوباره خش در وجود شعله ور شد. با فریاد گفت این چیه پوشیدی؟ در کمال تعجب فقط تونستم با بغض یه بار دیگه اسمش رو صدا کنم، ولی بازم داد زد و گوشه آستینمو گرفت و طوری کشید که پاره شد. وحشت کرده بودم. رادمین گاهی به شدت رنگ عوض میکرد. حقم این رفتار نبود. همه سعیمو کردم که از خودم دفاع کنم و با صدایی که به زور از گلوم خارج میشد گفتم تو روانی هستی؟ این چه رفتاریه با من داری؟ این رادمینی نبود که من میشناختم. انگار یه روح شیطانی در وجودش رسوخ کرده بود، درست توی همون مکانی که اونجوری منو بغل کرده بود و سرشو توی گردنم فرو برده بود. این بار در حال آتیش زدن قلبم بود. روسری محلیم رو که روی سرم انداخته بودم از سرم کشید و من به ناچار اونو هل دادم و فریاد کشیدم و گفت برو این آشغالا رو از تنه در بیار. کی یادت داده اینا رو بپوشی؟ با گریه جواب دادم و گفتم هیچ کی به خدا، تو مریضی رادمین، مریض، ازت متنفرم. دوستای مهربونم، اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم برای حمایت از کانال خودتون ویدیو رو لایک کنید. میدونستم که این جمله برای دیوونه شدن رادمین کافی بود. طاقت شنیدن تنفر رو از زبون من نداشت. دستاشو دور گردنم حلقه کرد. اونقدر در مقابلش ضعیف بودم که حتی توان حرکت نداشتم. چشمام به سقف خیره مونده بود که دستی ناجی من شد. رادمین روی زمین پرت شده بود و به سختی نفسم بالا اومد که صدایی گفت مرتی که دست روی زن بلند میکنی؟ این صدای خشن و خشدار برام آشنا بود. عطر تلخش معرفی حضورش بود. دستشو روی گردنم گذاشت و گفت خوبی خانوم؟ لحنش نگران و مهربون بود. رادمین روی زمین افتاده بود و نفس میزد و حالا به صورت علنی گریه میکرد و اشک میریخت. دلم به حالش میسوخت. حس میکردم دچار حمله عصبی شده، ولی اونقدر ناراحت بودم که تحمل هیچ کس و هیچ چیزی رو نداشتم. اونجا رو سریع ترک کردم و به سمت اتاق استراحت خودم دویدم. در رو که بستم همونجا روی زمین نشستم و های های گریه کردم. دلم به حال خودم و تحقیر شدنم در مقابل غریبه‌ای مثل زانیار عجیب میسوخت، ولی انصافاً اگه به موقع نرسیده بود قطعاً مرده بودم، چون حال رادمین اصلاً دست خودش نبود. چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که متوجه شدم رادمین پشت در ایستاده. توجه نکردم. سمت چمدونم رفتم و مشغول جمع کردن شدم. لباسامم عوض کردم. رادمین بی‌وقفه معذرت میخواست و التماس میکرد. چمدون به دست در رو باز کردم. صورتش غرق اشک بود و با دیدن چمدونم وحشت زده شد و گفت جانان غلط کردم، به خدا نفهمیدم، دست خودم نبود. نگاش کردم. دسته چمدون رو گرفت و گفت وایسا با هم میریم، خواهش میکنم ازت. تو چشماش سر زدم و گفتم تو باید بری بیمارستان روانی، من با تو امنیت جانی ندارم. رادمین مظلومانه ادامه داد غلط کردم، من تا حالا بهت دست زده بودم؟ به خدا یهو یاد بدترین خاطرات زندگیم افتادم. تو خیلی بخشنده‌ای، ببخشین رادمینت رو، ببخش. دلم براش میسوخت، ولی غرورم اون روزها قوی ترین حس درونم بود. التماس کرد و قسمم داد که صبر کنم تا بلیط بگیره و با هم برگردیم.
با حرص به اتاقم برگشتم و با صدای بلندی گفتم تا موقع رفتن نمیخوام ببینمت رادمین. رادمین چند ساعت بعد اومد پشت در اتاق و به در ضربه‌ای زد. وقتی دید جوابش رو نمیدم آروم گفت جانان برای فردا ظهر بلیط گرفتم، آماده رفتن باش. بازم جوابش رو ندادم. ناامید شد و از پشت در اتاق رفت. از پنجره اتاق بیرون رو نگاه کردم. مادر بزرگ توی ایوون نشسته بود و گریه میکرد. با اینکه مادر نبودم اما خوب میدونستم که داغ فرزند برای مادر هیچ وقت سرد نمیشه. با اینکه پدر رادمین چند سال از سرطان رنج برده بود و خانوادش آمادگی هر لحظه از دست دادنش رو داشتن، ولی پیرزن بیچاره در سوگ فرزندش عجیب میسوخت و این خصلت هر مادریه. تصمیم گرفتم برای همصحبتی با اون برم. موقع رفتن در اتاق رادمین که باز بود توجهمو جلب کرد. توی اتاقش نبود. حدس زدم اونم مثل من از توی اتاق موندن کلافه شده. مادر بزرگش از دیدنم خوشحال شد و دعوتم کرد کنارش بشینم. دستمو توی دستش گرفت و نوازش کرد و آروم و زیر لب گفت عروس گلم دورت بگردم، مواظب یادگار پسرم باشی یا رادمین خیلی غریبه. آهی کشیدم و زیر لب گفتم چشم مامان بزرگ، سعی میکنم. به زمین چشم دوخت و چند باری پیاپی سرشو تکون داد با تأسف و گفت این کینه از داییش منو میترسونه. گفتم آخه پدرش با وصیتش خیلی رادمین رو تحقیر کرد، این کینه اینطوری بیشتر هم میشه. آهی کشید و ادامه داد ای مادر تو تازه واردی، زانیار خان رو نمیشناسی، کسی توی این شهر نیست که عاشقانه بندش نباشه، خان ماست. مطمئنم واگذار کردن همه اموال به رادمین هم خواسته زانیار بوده. این رادمین طفل معصوم به خاطر آه و ناله های سلین که توی گوشش از بچگی خونده از پدرش کینه داشت. مادر بزرگ حرف می زد و من به این فکر می کردم که چرا این روستا هنوزم خان داره، مگه سالها از دوره خان و خانزادگی نگذشته بود. اما بعدها متوجه شدم که پدر و پدر بزرگ رادمین خان بودن و به همین دلیل توی اون روستا هنوزم به اونا به عنوان بزرگ و خان روستا نگاه میکردن. درست دیگه خان و رعیتی به اون شکل نبود، اما به عنوان بزرگترین و معتمدترین روستا به اونا هنوزم خان میگفتن. مادر بزرگ متوجه شده بود من توی فکر و خیالم، آروم صدام زد و گفت عروس خوشگلم میشنوی چی میگم؟ خجالت کشیدم و به خودم اومدم و گفتم بله مادر بزرگ شنیدم، اما به نظر من رادمین حق داره، پدرش اونو ول کرده و واسش پدری نکرده. سری تکون داد و آروم روی دستم زد و گفت دخترم اینطور ندونسته نگو، دلاور خان و پدر زانیار دو رفیق و خان اصلی این روستا و روستای بالا بودن. بعد از ازدواج دلاور و سلین وقتی توی مرز مأمورا پدر زانیار و کیارش رو تیربارون کردن، دلاور واسه برادر زناش حکم پدر رو پیدا کرد، ولی سلین بی جهت آقا خان و دلاور رو مسبب مرگ پدرش میدونست و به خاطر همین موضوع کم کم مریض شد. زانیار خان سنی نداشت، برای یکی دونه خواهرش هر کاری از دستش برمی اومد کرد، حتی نذاشت رادمین اسلحه دست گرفتن رو یاد بگیره. همه مسئولیت خاندان رو خودش به گردن گرفت. تنش پر از جای گلوله است. 6 سال به جای دلاور رفت زندان. رادمین باید این سختی ها رو میکشید. از حرفای مادر بزرگ بهت زده شده بودم و با همون حالت تعجب گفتم واسه چی باید رادمین اسلحه دست گرفتن رو یاد میگرفت؟ گفت اینجا اسلحه حکم ناموس ما رو داره، حتی همه زنا تیراندازی بلدن دخترم. گفتم چرا آخه مادر بزرگ؟ اصلا پدر بزرگ رادمین، پدر سلین خانم چرا تیربارون شد؟ سریع با تأسف تکون داد و گفت خانواده زنش ترک بودن و هم مرز بودیم. یه بار که محموله میبرد واسه طایفه زنش گیر افتاد و درگیر شد. متعجب تر از قبل زیر لب گفتم محموله؟ مادر بزرگ متوجه شد من کاملا از همه چی بی اطلاع هستم. سری حرفش رو خورد و گفت ول کن عروس خوشگلم، بذار بعد عروسیت همه اینها رو میفهمی. توی یه لحظه یه جمله رادمین توی ذهنم به یک باره مرور شد که میگفت من خانواده و فامیل خوبی ندارم جانان. همه چیز مثل یه پازل توی ذهنم با هم جور میشد. واردات غیر مجاز دارو برای شرکت خصوصی
پدر دوستم که با وسادت رادمین انجام شده بود. اطلاعاتش در مورد قاچاق اسلحه و مرزها همه چیز روشن شده بود. باید تا اومدن رادمین این خونه رو تحمل میکردم. موندنمون میون این آدما جایز نبود. حق با رادمین بود. این روستا گرگی بود در لباس میش. حق داشت اینجا رو دوست نداشته باشه. باید اونو هرچه سریعتر از این محیط دور میکردم. اینجا اصلا با روحیات اون سازگار نبود. با مادر بزرگ خداحافظی کردم و به سمت اتاقم راهی شدم. ذهنم درگیر بود. یه لحظه به خودم اومدم و متوجه شدم اشتباهی راه رو طی کردم. لعنت به این معماری عجیب و کهنه این خونه. خونه تاریک بود و من واقعا گیج شده بودم. کلافه برگشتم ولی بازم از یه ایوون دیگه سر در آوردم. دلم میخواست فریاد بزنم. اصلا توی خوابم هم نمیدیدم که اینجور عمارتی رو با چشم بتونم از نزدیک ببینم، چه برسه به این که چند روزی رو توش زندگی کنم. توی همین افکار بودم که چراغ اتاقی رو توی یکی از ایوونا روشن دیدم. این ایوونو میشناختم. مربوط به قلمرو زانیار خان بود. خوشحال شدم چون اتاق اون 3 اتاق بعد از اتاق رادمین بود. قطعاً با پیدا کردن اتاقش میتونستم راه رو پیدا کنم. پرده ها توری بود. نگران شدم که یه وقت منو ببینه. برای همین دنبال راه چاره‌ای بودم که سریعتر از اونجا در برم که صدای جیغ زنی توجهمو جلب کرد. خدا میدونست که همیشه از تجسس و فضولی توی حریم شخصی دیگران بیش از حد متنفر بودم، ولی نمیدونم چرا یهو به دیوار تکیه دادم و از گوشه شیشه به داخل اتاق سرک کشیدم. زن جوونی رو دیدم که روی تخت دراز کشیده بود. صدای زانیار رو میشنیدم اما نسبت به اون دید نداشتم. سریع به دیوار تکیه دادم و دستم رو روی چشمام گذاشتم. خدایا منو ببخش. صداشونو کامل میشنیدم و حس بدی داشتم. زن چنان با اشوه و حالت بدی اسمشو صدا میزد که حالم بد شده بود. من واقعا 1/1000 اونم بلد نبودم. دوستای مهربونم، از اینکه تا اینجای داستان با من همراه بودید از شما ممنونم. خوشحال میشم نظراتتون رو توی کامنت ها در مورد این قسمت از داستان برام بنویسید. بعد از چند دقیقه دوباره صدای زانیار رو شنیدم. توجهم جلب شد. اول خواستم نگاه نکنم اما دوباره حس کنجکاویم گل کرد و آروم سرک کشیدم. زانیار رو دیدم که در حال پوشیدن شلوارش بود. انگاری کارش تموم شده بود و دیگه به اون زن نگاه هم نمی کرد. دریغ از یه ذره توجه و احساس که توی این مرد وجود داشته باشه و با همون صدای جدی و خشدارش رو به اون زن گفت پاشو لباستو بپوش. گفتم برسوننت شهر، بری هتل. برای فردا هم بلیط واسط گرفتم. دوباره با اشوه و ناراحتی گفت تا رفتنم چرا برم هتل؟ همینجا پیشت میمونم. با عصبانیت گفت فعلا برو. یادم نرفته یه روز تأخیر داشتی. بیش از اینم روی مخم نرو. مطمئن باش میفهمم این یه روز سر تو کدوم آخری گرم بوده. با خودم گفتم پس تلفنی با همین زن حرف میزد که میگفت دیر کردی. در جوابش گفت زانیار جان آخه من کجا رو دارم؟ تو که آمار ثانیه به ثانیه‌ام رو بهت میدن. زانیار برگشت و انگشتشو با حالت خط و نشون در مقابلش گرفت و گفت به خدا هرز بپری میندازم جلو سگام تیکه تیکت کنن. دوباره جوابشو داد خیلی نامردی. 4 ساله بی هیچ توقعی هر موقع خواستی واسط سنگ تمام گذاشتم. هر جای دنیا که شده 4 ساله من جرئت نکردم از کنار یه گربه نرم حتی رد بشم که زانیار چنان فریادی زد که من سر جام خشکم زد و از ترس قبض روح شدم. میگفت خفه شو بابا، پولشو گرفتی. اونقدری به پاد ریختم که واسه یه عمرت بس باشه. ولی خوب میدونی تو مدتی که اسم من روته پاتو کج بذاری قلمشون میکنم. از دیدن و شنیدن این حرفا و صحنه ها داشت حالم به هم میخورد. واقعا برام عجیب بود که یه زن چطور میتونه خودش رو راحت بفروشه. اصلا نمیتونستم درکش کنم. رفتار تحقیرآمیز زانیار شایستش بود ولی از اونم بدم میومد. هرچند از خانه طایفه خلافکارای قاچاقچی از این بیشتر انتظار نمیرفت. دیگه تاب بوندن رو نداشتم. تا همین جاش هم اشتباه کرده بودم. کفشامو در آوردم و روی انگشتای پام آروم آروم از جلوی پنجره رد شدم. مطمئن بودم پشتشون به منه و قطعا دیده نشدم. نفس راحتی کشیدم و سری سمت اتاقم حرکت کردم که از شانس بدم در سمت راست اتاق زانیار باز شد و از اون خارج شد. دگمه های پیراهنش تا پایین باز بود و موهاش روی صورتش ریخته بود. صدای پرشوه زن از اتاق اومد که میگفت آقا ماشین آماده است. انگار کمی هول شد و شرم کرد.
در اتاق رو که نیمه باز بود محکم بست. منم که کفش به بغل سر جا میخکوب شده بودم. تون صدا و کلمات انتخابیش همیشه حق به جانب بود. شبا عادت داری تو خونه گشت و گذار کنی؟ سعی کردم به خودم مسلط باشم. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم نه خیر، داشتم میرفتم دستشویی. ادامه داد اولا دستشویی پایینه، نه اینوری. دوما کفشاتو خیلی محکم بغل کردی واسه دستشویی رفتن. اینا رو گفت و باز بی تفاوت از کنارم رد شد و سود زنان به انتهای راه رو رفت. در حال انفجار بودم. دلم میخواست بهش بگم تازه سر شبه، اما سر یادم اومد اینجا روستاه، مردم صبح زود بیدار میشن و شبا سر شب میخوابن و طبیعیه که الان براش دیر وقت باشه. واسه راه رفتن توی خونه و این ور اون ور رفتن دلم میخواست با همون کفشام به سرش بکوبم. دندونامو روی هم فشار دادم و با حرص زیر لب گفتم مردک عیاش هوسران. رفتم به سمت اتاقم که دوباره از کنار اتاق رادمین که میگذشتم دیدم در اتاقش هنوزم نیمه بازه. آروم سرک کشیدم اما رادمین نبود. نگران شدم. رفتم به اتاقم اما حسابی نگران رادمین بودم. 1 ساعتی منتظر موندم و دیدم هیچ سر و صدایی نمیاد. دوباره سمت اتاقش رفتم اما بازم نبود. اومدم و کنار پنجره نشستم. نگرانی و دلشور عمونم و بریده بود. هرچی موندم نیومد که نیومد. هوا گرگ و میشی شده بود. صدای پارس سگا یه لحظه هم قطع نمیشد. دلم اون شب چقدر ناآروم بود. کم کم به این نتیجه رسیدم که انتظار و دست روی دست گذاشتن بیفایده است. اما همه اهل خونه خواب بودن. آخه من باید به کی میگفتم نگران رادمینم و هنوز برنگشته. از طرفی هم دلم نمیومد پدر بزرگ و مادر بزرگ تازه داغ دیده رو نگران کنم. شالمو برداشتم و روی شونم انداختم. هوای آخر تابستون با پاییز گاهی فرقی نداره. رفتم توی حیاط. حتی نگهبانا و خدمه همه خواب بودن. سمت یکی از اتاقای نگهبانی رفتم و چند ضربه‌ای به در زدم. کسی جواب نداد. همین که برگشتم سگ گنده و سیاهی جلوی پام دوید و پارس کرد. جای شکرش باقی بود که قلاده داشت و نمیتونست جلوتر بیاد. جیغ کوتاهی کشیدم و عقب رفتم. از ترس کم مونده بود سکته کنم. سریع سمت ساختمون برگشتم که نور کمرنگ همون ایوون توجهمو جلب کرد. سرمو که بالا آوردم متوجه شدم توی ایوون روی صندلی نشسته و سیگار میکشه. از دیدنش خوشحال شدم. برای خودم هم عجیب بود. شاید تنها بیدار این خونه غرق در خواب میتونست کمکم کنه. چه اهمیتی داشت که اونی که بیدار بود زانیاره، کسی که رادمین ازش متنفر بود. متوجه حضورم شده بود. نزدیکتر که رفتم دستی تکون دادم. بازم با همون صدا و لحن بی تفاوت گفت سگ هاره، نصف شب حوصلت سر رفته، دنبال تفریح بهتری از بازی با سگا باش. زورکی لبخندی روی لبم نشوندم و گفتم میشه یه لحظه بیاین پایین؟ یه پک عمیق به سیگارش زد و بی تفاوت تر گفت واسه چی بیام؟ زیر لب گفتم خدا لعنتت کنه رادمین که منو مجبور به التماس به این آدم میکنی. و گفتم باید باهاتون حرف بزنم. با همون جدیت و قلدری گفت تو کارم داری، پس تو باید بیای بالا. دیگه داشتم کفری میشدم. چقدر خود بر تربین بود، اما به خاطر رادمین باید کوتاه می اومدم. از پله ها بالا رفتم. سیگار برگی که توی دستش بود حالا انگاری قصد تموم شدن نداشت. همونطور بی تفاوت روی صندلیش نشسته بود. آروم گفتم به کمکتون احتیاج دارم. بازم برای هم صحبتی سر بر نگردوند و گفت چه کمکی؟ نزدیکتر شدم. بهش گفتم الان همه خوابن، واسه همین چون دیدم شما بیدارین مزاحمتون شدم. زیر لب گفت میشه تفره نری خانم؟ جا خوردم. خیلی رک بود، اما الان وقت این چیزا نبود. گفتم رادمین نیومده. عصر توی اتاقش نبود. فکر کردم رفته بیرون یه چرخی بخوره، اما هنوز نیومده. گم شده. بالاخره برگشت و با نگاهی نگران گفت گم شده؟ گفتم اینطور فکر میکنم. از جاش بلند شد و بالاخره از سیگارش دل کند و گفت ولی عصر به راننده گفته میره تا شهر کاری داره و فردا صبح میاد. گفتم به من اینو نگفته. با نگرانی پرسید مطمئنی که هیچی بهت نگفته وقت رفتن؟ گفتم نه اصلا، حتی به من نگفت داره میره بیرون. هرچند من در اتاقمو براش باز نکردم، ولی از پشت درم هیچی بهم نگفت. با سر انگور شقیقه هاشو فشرد و چشماشو محکم بست. نگران تر شده بودم و با دلهره پرسیدم یعنی اتفاقی براش افتاده؟ بی توجه به سوالم گفت کاش امروز تنهاش نمیذاشتی.
منظورش رو نمیفهمیدم و بهش حق نمیدادم، چرا که اون شاهد بود که رادمین چطور میخواست منو بکشه. گفتم میشه بگید کجا میتونیم پیداش کنیم؟ با تحکم گفت شما برو اتاقتو منتظر بمون، من پیداش میکنم. گفتم منم باهاتون میام. کلافه تر از قبل گفت من خودمم نمیدونم کجا میخوام دنبالش بگردم. خب هر جا رفتین منم میام. میشه الان بری تا بتونم فکر کنم؟ قول میدم پیداش کنم. چرا تا این حد حرف این مرد برام حجت بود. نشناخته به حرفاش ایمان داشتم. پشت هر کلمش دیوار محکمی از صلابت و رنگ صداقت بود. توی اتاق کوچیکم اونقدر راه رفتم و اون ساعت رو نگاه کردم که سرگیجه گرفتم. از نگاه کردن به پنجره و انتظار بی‌حاصل خسته شده بودم. تو تمام زندگیم هیچ وقت بحران خاصی رو تجربه نکرده بودم. من یه دختر معمولی از هر لحاظ بودم، با خانواده و زندگی و سطح اجتماعی کاملا نرمال. حتی هیجانات و اتفاقات درون قلبم هم کاملا یه روند معمولی و ساده داشت. نه اهل به شدت شاد شدن بودم، نه اسیر غم و غصه شدن. اما اون شب همه وجودم گواهی رخ دادی فرای همه سالهای زندگیمو میداد. روی تخت نشستم و بالش کوچیک و بغل گرفتم. چشمامو بستم و گفتم خدایا فقط ازت میخوام اتفاق بدی واسه رادمین نیفته. که همون لحظه صدای چند ضربه آروم به در منو خوشحال کرد. درو باز کردم. چهره خسته و رنگ پریدش منو ترسون. آروم گفت خواب بودی؟ نه چی شد؟ پیداش کردین؟ نفس عمیقی کشید و گفت پیداش کردم، فقط یکم زیادی خورده، حالش خوب نیست، تقریبا میشه گفت بیهوشه. با وحشت گفتم یعنی چی که بیهوشه؟ کلافه سری تکون داد و گفت یعنی اینکه گیج خانم، شما باید مواظبش باشید. بعدم شب خوشی گفت و راهشو گرفت و رفت. هول شدم. چند قدمی که رفته بود هراسون گفتم وایسید. سر جاش ایستاد ولی برنگشت. آروم گفتم ازتون ممنونم. دستشو بالا آورد و تکون داد. معنیش خواهش میکنم بود یا خفه شو، هر چی بود. اون رفت و منم به سمت اتاق رادمین دویدم. رقت انگیز بود. رادمین با ظاهری داغون روی تخت شبیه مرده ها افتاده بود. کنارش نشستم. کفشاشو در آوردم و دگمه های پیراهن خیسشو به سختی باز کردم. چند قطره خون روی پیراهنش توجهمو جلب کرد. چراغ اصلی اتاق روشن کردم. روی ساق دستاش سینش خراشهایی شبیه چنگ بود. دستمو محکم گرفت و ناله کرد. بوی الکل شدیدی میداد، اما چیزی که از اون بدتر بود هجی کردن اسمی بود که با شنیدنش نفرتی توی دلم کاش که دلمو آکنده از نخواستنش کرد. روناک من. دستم رو کشیدم. حسادت‌های زنانه قلبمو به درد آورده بود. فکرشم محال بود. رادمین در بسمال من بود، حق من بود، کسی که همه این مدت با خیال اینکه همیشه و تا ابد فقط منو میخواد سرافرازم کرده بود. رادمین همه غرور زنانه من بود. نه حتما این اسم زایده ذهن گیج و مدهوشش بود، اما چرا تا این حد خورده بود؟ حتما از غم قهر من بود. و ما زنا گاهی چقدر احمق میشیم و چقدر ماهرانه خودمونو فریب میدیم. حالا که اسم یه زن دیگر رو آورده بود چقدر نسبت به داشتنش با همه نخواستنم مصمم شده بودم. میخواستمش، دلخور بودم، اما رادمین مال من بود. 6 دنگ مال خودم بود. کنارش دراز کشیدم و سیل اشکام روونه شد. نمیدونم این اشکام از عشق بود یا ترس پیدا شدن رقیب. بوسیدمش و دستمو دورش حلقه کردم و گفتم رادمین تو فقط عشق منی مگه نه؟ جواب نداد. غرق خواب بود. با خودم میگفتم همین که کنارمه فعلا کافیه. پرکام سنگین شده بود. نمیدونم چقدر بود که توی آغوش رادمین خوابیده بودم که با صدای گلوله و فریاد از خواب پریدم. دوستای مهربونم، از اینکه تا پایان این قسمت از داستان جانان با من همراه بودید از شما ممنونم. اگر به این سبک از داستان‌ها علاقه‌مند هستید خوشحال میشم با قسمت‌های بعدی داستان در کانال خودتون با من همراه باشید.